سلام علیکم. علیکم سلام. اکا پریامایی رفتی سازی؟ این همین پرمایه برادر بفرما. آها. اکای سلمانی؟ بله بله. برادرم یک سوال شما بر. یک تا کرایی نبود دو همه چیز انشاءالله جواب میدی. خیلی خود دوامش هم میبینیم اگر که جواب درست دادی. بفرما. همین خودتان شهروندی کدام دولته؟ شهروند جمهوری تاجیکستان. آها. در کجا قرار داره؟ در کشور آلمان. آها. همین شما کی حقوق داد که بر مقابل دولت سرغنی میکنه؟ سرقانون کشور. اول اکا گوش کنه سوال مرا گوش کنه بعد من شما را گوش کنم. آخه چه خیلی شما سوالا را بتین برین نمیشه. یا سوال دادی بیا جواب شو بگی سوال دیگه من بتین. آخه 10 سوال بتین یا تا جواب بگیری منطقی نمیشه. سوال دادی که شما را کی اجازه داد که در مقابل دولت گپ زنین. من میگم سرقانون کشور. تمام؟ جواب گرفتی؟ خب یک بعد دیگه حالی بس به این سوال جواب داره با جواب دیگه داره. در کجا نوشته شده است که رحمان و اویله او دولت و ملت و سرزمین باشه؟ کجا نوشته شده است؟ شما اکن با این گفته شما با سوال شما در کجا اثبات میکنید که رحمان و اویلش مقصد صاحب دولتن یا که چی هم؟ بیا حساب کنیم رحمانوف رهبری کشور، فرزندش نفر دوم، دخترش رئیس کمیته پالاتای بالایی رئیس دستگاه پرزیدنت، دامادش معاون بانک ملی، داماد دیگر خسر بچه رحمانوف حسن رئیس بانک. با کی را بگم؟ دختر دیگریش سفیر، دختر دیگریش، داماد دیگرش چند تاشا بگم؟ خداش بک صبورو خلاو جنتل به همه آدم عجیب بک صبورو نه من فهمیدم شما نکن شما سوال این همی صدای مردم شما 3 نفرین اکای دودره همه یک اویله. خب ما یک اویله نیستیم ما از چند اویله ایم؟ یگان آدمی بیگانه نیست شما در من بخدا بجوز از من هیچ که بجوز از اویله ما هیچ که از گروه 24 نیست. ما تو خم نه گوش کاکا این همه خودت میبروی اکاد میبروی ما اکا ندارم درو نگو ما اکا ندارم اکای سلمان بله برادر بله همه شما مردمی تاجیکا رحم نزنید مردم نام روی زندگیش یافته وقتی که تاجیک مردم در کجا یافته زندگیش به اکا بسیار بد نرا برادر بسیار بد نرا مردم در کجا زندگیش یافته مردم شکرانه میکند که دولتش تینجای زن و بچه کج فرزندش پدر و مادرش دولت تینجای خودش به خودش او زن و بچه گفتی خودت او به تمام او زن و بچه و کچک گفتی خودت در روسیه چیکار میکنه او هم در دولت قرار دارن. فهمیدم یگان دولت نیست که به مهاجرت باشد یگان باور که همین موهای سرم از دست همین سوالی به منطق شما رو سفیر میشه یک امروز من نو 1 ساعت درباره مهاجرت و فرقیت مهاجر تاجیک از مهاجر انگلیس گفتم با آمدید در تمام دنیا مهاجر است. مردکی خوب من میگم که هویدای امریکایی تجاوز نشد خطی هویدای ترکی و آلمانی نمیسی هویدای تاجیکی تجاوز شد عمری 5 ماهه تاجیکی مرد جوانای 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله تاجیکی مردن جوانای 20 ساله و 30 ساله لباساشون بدر کردن در رسانه رسمی روسیه نشان دادن که برای من یک جوانای دیگر نشان بده سلمان تو وقتی که گپ معقول نیست آدم گاوزنی نمیمونه برای که گپ به منطق و به ارزش است من گوش نمیکنم گوش کن خودت برای همه مردم تاجیک برای مردم مهاجر چیکار کردی؟ هیچ چیکار نکردم وزیر با همون خاطر میخوام که تمام صبر کن آخه سوال داری صبر کن میخوام که آینده برای همین ملت برای همین مهاجرت یک خدمت بکنم اکا گوش کن این اکای
عزت تعریف کنی میشد این همین آها. خودت پیشتی منبر شیشتی عقلی گفزنی نداری که پیشتی دیگر تلفن دا کشیشته خود چند کل برای من مهم نیست که چند کلان است و معده است بچه کلان سالی ندارد اعتباری اگر برای من بگوی تو 50 ساله هم باشی زمانی که عقلی درست نداشته باشی من قطعی چی بگم بله برای همه اعلا بله خودت منطقی گفزنی نداری اعلا نداری منطقی گفزنی نداره نکه خودت داری ما 100 بار شکر اونا اعلا گفتی کو تو علیا ها خودت برای همه مردم رحم ندوز اکا آها بیا سوال بیا اگه بیستو اگه سوالا رو من خشمی سوالا رو میگذارم جورا خودت بسیار یک آدمی صبر که گوش کن نه صبر کن نه سوال بسیار دادی من اکا نگولتیموس سوال بسیار دادی انا سوالای مرا گوش کن من برای همین ملت هیچ خدمتی نکردم خب تمام رستم رحمانوف برای ملت چه خدمت کرد که امروز نفر دوم کشور است خدمت چه برای من بگو کی نفهمیدم رستم رحمانوف چه خدمت برای همین ملت کرده است که امروز شخصیت دوم است تمام جودا کار کرد اومد مرده که مقصد میفهمد کار دستاوردهاش بگو بستو برای رسیدن به پارلمان نامزدی کدام علم است کدام دانشگاه با نفوذ خوانده است چند زبان خارجی میدونه متخصص کدام بخش است یک دستاورد چه بگو که من بگم ها آخی مرا اگر پدرم رئیس جمهور باشه بگه بچم بره در صبر کن بچم بره در کروپسیا کار کنه بچم بره سرملالا کنه بگه بره در نمیدونم در شعبه اجرایی کار کنه بره سروزیر شو رفتن میگیرم برای که پدرم گپ میزنه اینومی همه گپ میزنه برای من دستاورد همون را بگو که رستم رحمانوف به رستم رحمانوف در خب چی کار کرد خب مثال تماجنی گمرک در کارگر آبری گمرک بود خب با طوری باید شاید خدمت کرد سطح خدمت رسانی خب ایرپورت فرودگاه تاجیکستان بسیار عالی است در حالی که 4 بسوادش از از مردم مهاجر میدونن تو دستاورد بگو که از یک زینه به یک زینه دیگر رستم گذشتن را بگو که با من قطعیت بحث کنیم چی دستاورد کرده منفر چی در شهر دوشنبه امروز قوای برق نداره دوشنبه تا دیروز قوای برق نداشت در سکسی ها پیچکا موندگان آیا یک متخصص یک نفر کادر یک نفر با علم همین از تجربه کاری همین گپای خودت گفتگی اگه من ای یا حول و لا قوت فهمیدی همش دروغه ای بخدا رنگ خودت 3-4 تا هسته نمیدونم خود از قوم لوطی پیچکا موندگی خودت از کدام قبیله ای که سایت میبرده رنگ خودت شاگردای خودتن بیا سوالی مرا جواب تیاری سوال را جواب ندادی گیجا خونده سوال تو آخی من چیکار داری من کجا را خواندم آخی من چه نفهمش خودت بحث کنم نه قانون هم میدونی نه آداب معاشرت هم میدونی نه بحث کردن میدونی نه سوال را جواب میدی معاشرت نه من همه خیلی شهروندی عادی منم شهروندی عادی تاجیکستان منم شهروندی عادی تاجیکستان با میگم که من یگان جا تحصیل نکردم بیا شهروندی عادی تاجیکستان میشدی گوش کن شهروندی جمهوری تاجیکستان برای آبادیش هم میخواستی این خیلی خسته بین مردم دخته خیره چی نمیکردی فهمیدی اکا اوی حقی قانونی ما ای بچه من برای چی یاد دقیقه خان تابوز الله که فراموش نکه گوش میکنی یاد دقیقه من برای چی میگم که تو اول ماده یکی سرقانون جواب ته بعد بحثی دیگه بگذاریم که من برای چی گپ میزنم بیا سرقانون کشور ماده یک چی میگه من با گفته سم که من میدونم همش بگو آخی میدونی بگو آخی میدونی نه باشم من دیگه خطی تو بحث کردن نمیخوام وقتی که سوال جواب نمیدی بی فراست برای که سوال من جواب نمیدی من عبیاز نیستم وقتی نیستی چی زنگ میزنی از کی دفاع کردن میخوایی تو عقلی نداری که فرقی بین رحمانوف از ملت و از وطن و از تاجیکستان بکنی همون فهمیش نداری عادی ترین چیز یک ماده اولی سرقانون نمیدونی وقتی که خودت هیچ سوال را جواب دادن نمیتونی وقتی که یک سوال رو میتونی نمیدونی من مسئول نیستم منم مسئول نیستم سوالی را جواب دیم من مسئولیت هستم باید سوال حتما جواب دیم در این منبر بر اومدیم چی جنایتکار شدیم که باید سوال هر یک شما رو جواب دیم
اگر او قدر میخوای که معلم و معلمه باشی، او قدر میخوای مرا اصلاح بکنی، مرحمت که سوال مرا جواب ته. سوال دیگه دا بگذاریم.